آقا من میخوام برم جهنم، کیو باید ببینم؟ مگه خدا به من اختیار نداده؟ اون بهشتی که تو میگی نمیخوام برم. یک. دو، من آقا نمیخوام به من یارانه و سوبسید. آقا من نمیخوام فکر من باشی، نمیخوام به من گوشت از اون قیمت. من میخوام گوشت رو به قیمت روز اروپا بخرم، همونی که تو پاریس میفروشن تو تهران به من بفروشی. آقا $5 5 میشه 500,000 تومان. 100 هم تو بخور تو 600,000 تومان به من گوشت بفروش. آقا تو داری گوشت 2 برابر اروپا به من میفروشی، بعد 28 تا 500 هم داری بهش، یا نمیدونم 60 تومن هم داری بهش دلار میدی، هم یارانه میدی هم گرونتر به من میفروشی. آقا نکن. آقا نمیخوام برای من کاری بکنی. آقای دولت من از شما خواهش میکنم برای ما مردم کاری نکن، شما خودتو نجات بده. این بهترین حرفیه که ما میتونیم با دولت بزنیم. بعد غیر از اینه که حدود 120 میلیارد دلار پول آزاد میشه. خب این 120 میلیارد دلار رو ببر توسعه بده. شما امروز نمیتونید راه بسازی، نمیتونید راهن بسازی، نمیتونید هواپیما بیاری، نمیتونید کارخونه بسازی، نمیتونید به آموزش بده. بابا پول حقوق کارمندان خودت هم دیگه نداری بدی،